خب عرض سلام و ادب خدمت دوستان. امروز میخوام ببینیم چجوری میتونیم از دستور رپید اسکچ بهره بگیریم. ببینید دوستان، این یک مکعب هستش و من میخوام یک دستور لافت کات روی این مکعب اجرا کنم. خب برای اینکه دستور لافت کات رو اجرا کنم حداقل به 2 تا پروفیل احتیاج دارم. خب من میخوام یک خروجی کاتم روی این قسمت و یک خروجی کاتم روی این قسمت باشه و این دو قسمت رو به هم وصل کنم و یک لافت کات بگیرم. خب برای اینکه لافت کات رو اجرا کنم باید حتما 2 تا پروفیل داشته باشم. من پروفیل اول رو عمود میکنم به این سطح. قبلا اسکچ رو من کشیدم. فرض بگیرید این اسکچ رو ما روی سطح بالایی این مکعب طراحی کردیم، ابعاد اندازه هم وارد کردیم. اسکچ رو میبندیم، خب عمود میکنیم به سطح بعدی. این قسمت هم اسکچ رو طراحی کردیم، ابعاد اندازه رو وارد کردیم و از اسکچ خارج میشیم. خب الان میتونیم دستور لافت کات رو اجرا کنیم و کات رو تحویل بگیریم. خب به این منظورم وارد سربرگ فیچر میشیم، لافت کات رو انتخاب میکنیم، پروفیل اول، پروفیل دوم و تایید رو میزنیم. خب این روشی هست که ما با حداقل طراحی هایی که باید انجام بدیم، یعنی حداقل ملزومات لازم برای انجام یک لافت کات، تونستیم این دستور رو اجرا کنیم که اونم 2 تا پروفیل هست. پس مجبور بودیم برای که لافت کات رو اجرا کنیم یک بار روی این سطح عمود کنیم، اسکچ رو طراحی کنیم، از اسکچ خارج بشیم، بعد سطح دوم رو انتخاب کنیم، اسکچ رو طراحی کنیم و از اسکچ خارج بشیم و بعدش بیام دستور لافت کات رو اجرا کنیم. اما اگر ما بخوام یه خورده به طراحیمون سرعت ببخشیم، من این دستور رو پاک میکنم، این 2 تا اسکچ رو هم ساپرس میکنم. ببینید ما این سطح رو انتخاب میکنیم، اسکچ رو فعال میکنیم، رپید اسکچ رو هم از اینجا فعال میکنیم. خب ببینید من اینجا یک پروفیل مربعی طراحی میکنم. حالا طبق روند سابق، یعنی روند اصلی نرم افزار، باید برمیگشتم از اسکچ خارج میشدم، یه اسکچ جدید بر سطح جدید طراحی میکردم و بعد دستور مورد نظرم رو اجرا میکردم. اما الان همینجور که در حال طراحی روی این سطح هستیم و اسکچش رو طراحی کردیم، میتونیم بیام این سطح رو هم انتخاب کنیم. خودش نرم افزار به حالت سلکت در میاره سطح رو و ما اگه یک کلیک چپ کنیم سطح فعال میشه و ما میتونیم پروفیل مورد نظرمون رو اینجا طراحی کنیم و دیگه نخواد وارد اسکچ جدید بشیم. میبینید که من روی هر سطحی که موس رو میبرم اون سطح سلکت میشه و میتونیم روی اون طراحی رو انجام بدیم. خب الان من با یه بار اسکچ سلکت کردم و یه بار انتخاب اسکچ 2 تا در اصل پروفیل رو رسم کردم. حالا از اسکچ خارج میشم، میبینید که 2 تا اسکچ به من تحویل میده و الان میتونم دستور لافت کات رو به راحتی و با سرعت بیشتری انجام بدم. می‌بینید که من حالا ابعاد اندازه رو هم طبق قبلی ندادم، ولی یه سطحی شبیه به اون سطح با سرعت بیشتر طراحی تونستم انجام بدم. خب امیدوارم این ویدیو هم مورد پسندتون واقع بشه و بتونید بهره لازم رو از این ترفند هم ببرید. لطفاً با لایک هاتون ما رو حمایت کنید.